همجواری با کوههای سراسر پوشیده از درخت و فاصله محسوس از دریا، هوای مطبوع و غیر شرجی را پدید آورده است. نقطه‌ای برای شروع یک تفاوت. پانزده دقیقه تا لاهیجان، 15 دقیقه تا ساحل دریا و در فاصله 5 دقیقه از ییلاقات جنگلی. کمله با بهره‌مندی از امکانات کامل شهری، بکرترین شهر دشت سبز گیلان با آبگیرهای وسیع و منحصر به فرد در میانه لنگرود و املش، به دور از هیاهو با ظرفیت مهاجرپذیری بالا، شهری که بر سر زبانها می‌افتد و توریسم آن را خواهد یافت. زمینی به وسعت 5800 متر مربع شامل 1800 متر مربع مسکونی و 4000 متر مربع باغی و کشاورزی. در مجاورت استخری شاخص در شهر کمله قرار گرفته است. همجواری با خیابان 18 متری گذرگاهی فوق‌العاده میان زمین و استخر پدید خواهد آورد. این زمین در حال حاضر آخرین قطعه طرح هادی است که همین موضوع چشماندازی فراخ برای بنای احداثی به ارمغان خواهد آورد. برخورداری از امتیازات آب، برق و گاز و مدارک مالکیتی معتبر بر وجوه تمایز این زمین می‌افزاید. به سبب ظرفیت توسعه این محدوده، ساخت و سازها به سمت استخرهای شهر کمله می‌آیند. همانند این هتل که در مجاورت استخر دیگر ساخته می‌شود. نکته جالب توجه امکان بهره برداری از استخر مجاور زمین در قالب قراردادهای بلند مدت با نهادهای مرتبط است. پلن‌های توسعه و سودآوری این زمین به این شرح است: طرح اول، احداث 3 بلوک مسکونی در 5 طبقه به همراه یک ویلای مستقل طبق جواز فعلی و ایجاد مشاعات سبز در فضای باغی و کشاورزی. طرح دوم، احداث برج باغ مسکونی با امکانات و مشاعات خاص. طرح سوم، احداث شهرک لوکس ویلایی. طرح چهارم، احداث پروژه اقامتی تفریحی شامل هتل، شهر بازی، پیاده راه سلامت، زمین تنیس و همچنین بهره برداری از استخر 8 هکتاری برای ورزش و تفریحات آبی. سرمایه گذاری در این پروژه در چند حالت امکان پذیر است. حالت اول، خرید یک جای زمین. حالت دوم، خرید بخش مسکونی. حالت سوم، مشارکت در احداث و ایجاد ارزش افزوده. این پروژه می‌تواند به خاص‌ترین مجموعه مسکونی اقامتی تفریحی شرق گیلان بدل شود.